یکی راستاه این چراغ پیسوس که اینجا بوده 5 متر حالا 100 متر این دیگه خیلی ریز قضیه که میخواستم ببینم این نور آفتاب رو یکی آینه منداختن از بالا، نور آفتاب میافته پایین، پست پایین می آینه منداز راست این چراغ پیسوس قرار میگیره، این نور میافته سینه تونه، زاویه نور خط مستقیم هر چقدر مثل لیزر دیگه. حالا دوباره دقیق تر این کار کجه ما تو ایران اگه 3 دیگه 4 دیگه نیرو استاد کار اینا بالای 80 سال سن دارن آقا 200 متر برن جلو میل چای بالایی هم 100 متر مثلا 80 متر باید بره پایین ره سر 50 متری میخورم به سفره‌ی آب زیر زمینی نه کفکش نه برق هیچی هم نیست با چرخه چدن هم کار میکنن خب به آب برخورد میکنن حالا با چجوری این آب رو تخلیه کنن دبلن سرعت جریان هم بده درست این 200 متر که میره جلو میله چا میکنه 50 متر میبره پایین از راه زیر میگن دبیل زنی از راه زیر استاد کار اینو نشون میکنه چابرکسی زیر این زمین میکنه میاد بالا از اون بالا هر 1 متر که زیر میکنه 1 متر او بالا کم میکشه میاد پایین کله به کله استکار میزنن به هم دیگه. خب این از پایین چجوری دقیق میکنه اینو من نتونستم یاد بگیرم. نزدیک 3 ما 4 رفتم پلوشون گفتم من نمیخوام یاد بگیرم. شما ببریم اون دنیا برای این علم یعنی من هنوز این دست کن دیدی این دکتری نتونست بهتر کجا رو کندن بماند این زیر که رفتم نیم ساعت کلنگ زدم اصلا باختم خودم رو ولی اون استاد کار 80 سالشه هنوز الان داره کار میکنه میکنه روزی 1 متر این زیر میکنه میبره بالا ماشاءالله. ولی اینکه کجا رو بعد اینکه میبره بالا وقتی خب از زیر فاصله میگیره چه چیز داره زیر پاش که بره هی بالاتر مرحبا 1 متر که از سقفتون رفت بالا جاپایی میکنه یکی تختی 75-80 تایی مدر تو اینجا پا تو اونجا پا یکی بالش هم مدر زیروش قشنگ پا آویز میکنه مثل سوار اسب شدی این داره میکنه دوباره 1 متر که رفت بالا 1 متر میاره بالاتر 1 متر دوباره 1 متر بالاتر اون توی کاروانسرا ببین پله ندارن کاروانسرا قدیم یه سوراخ می‌کنه برو میزنن تو این میرن بالا به خاطر اینکه حیوانات بالا نیاد سعی گرگی شغال نتونه بتونه یکی دیگه هم بدونید وقتی که قنات ایامه شده برای شناسنامه صادر میشده وقتی که قدرت آبدهی نداره شما برید پروندات توی جواد کشاورزی دریاری میبینید فوتنامه شناسنامه‌اش باطل شد یکی هم موقعی که توی قنات کار میکرده لباس سفید میپوشیده لباس سفید هم چون در اصل احترام ویژه‌ای که برای پاک بودن آب قائل بودن آب براشون ارزشمند بوده دومی چیز لباس سفید راحت تر دیده میشه توی مسیر قنات باید پارچه کرباس باشه پارچه کرباس هم خنکه توی اون گرمای قنات که کار میکنن عرق بدن رو بیشتر میگیره سومی چیز هم اگر فوت میکردن توی قنات خب اون کافنشون بوده حالا نمونهش هم این آخرین پارچه‌ای که به اصطلاح بافندگی شده که این لباس براشون میدوختن این ابزارم اینجا هست یه سرمه داشتن خب حالا میخوای یکی جون بپوشی به من که مطمئنم بیا تو